صبح روز 7 آپریل سال 1994 در آسمان فرودگاه بین المللی منفیس تو ایالت تنسی آمریکا یه هواپیمای باری از نوع DC-10 در حال نزدیک شدن به باند فرود بود. این فرودگاه یکی از بزرگترین فرودگاه‌های باربری جهانه و به عنوان مرکز اصلی شرکت فدکس یا همون فدرال اکسپرس شناخته میشه. باند آماده فرود هواپیما بود، اما ناگهان مسیر پرواز تغییر کرد. هواپیما به طور غیر منتظره ای اوج گرفت، خیلی بالا رفت، سپس ناگهان به سمت پایین برگشت، به سمت زمین شیرجه زد. سرعتش به بیش از 860 مایل در ساعت رسید. این نوع هواپیما اصلاً برای پرواز تو چنین حالتی و سرعتی طراحی نشده، اما اون چه در جریان بود یک وضعیت اضطراری واقعی بود. برج مراقبت پیام وحشتناکی دریافت کرد. پیام این بود: Aircraft with emergency, say again. Express 705. I've been wounded. We've had an attempted takeover on board the airplane. Give me a Victor, please. Pass to Memphis at this time. در داخل هواپیما 4 نفر از کارکنان فدرال اکسپرس حضور داشتند. 3 نفر از اونا با تمام توانشون در برابر تهدیدی که از درون خود هواپیما برخاسته بود در حال مبارزه برای نجات جون خودشون بودن. اونا تلاش میکردن که به این شکل نمیرن، چون سقوط یک هواپیما با سرعت 860 مایل در ساعت یعنی مرگ قطعی. دوستان خوبم سلام، من رضا هستم. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز قراره درباره ماجرای ربوده شدن پرواز شماره 705 شرکت فدرال اکسپرس صحبت کنیم. داستانی کاملا دیوانه‌وار که وقتی بفهمید چه کسی اون هواپیما رو ربود واقعا شوکه میشید. شاید ازش عصبانی بشید، اما مطمئنم در عین حال دلتون هم ممکنه براش بسوزه. منطق میگه که نباید براش ناراحت بشیم، اما در نهایت ما انسانیم و احساسات داریم. خب قبل از اینکه وارد جزئیات ماجرا بشیم، ازتون میخوام که ویدیو رو اول از همه لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید و برای اینکه ویدیو به افراد بیشتری ساجست بشه ازتون میخوام که کامنت بذارید. دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. شرکت فدرال اکسپرس همونطور که میدونین شرکتی برای حمل کالا هست، نه برای حمل مسافر. خدمه هواپیماهای اون معمولا 2 نفرن، یک خلبان و یک کمک خلبان. اما تو دهه 90 بیشتر هواپیماهای تجاری به نفر سومی به نام مهندس پرواز هم نیاز داشتن، چون سیستم های هواپیما تو اون زمان پیچیده بودن و هنوز فناوری های پیشرفته امروزی وجود نداشتن. آبورن کالووی مهندس پروازی بود که تو شرکت فدکس کار میکرد. مثل هر شغل دیگه ای اونجا هم نوبت کاری وجود داشت، اما تو صنعت هوانوردی چیزی به نام ساعت پرواز وجود داشت و داره. اگر خدمه از تعداد مشخصی ساعت پرواز تجاوز کنن باید حتما استراحت کنن و اجازه پرواز ندارن. خدمه ای که در روز 6 آپریل یعنی یک روز قبل از حادثه با کالووی کار کرده بودن طبق قانون باید استراحت میکردن، اما کالووی تصمیم گرفت روز بعد یعنی 7 آپریل 1994 به عنوان مسافر دوباره سوار هواپیما بشه. حالا چطور سوار شد؟ شرکت ها به کارمنداشون اجازه میدن در صورت نیاز تو پروازها به طور در واقع رایگان سفر کنن. مثلا اگر یکی از کارمندا کاری شخصی تو ایالت دیگه ای داشته باشه میتونه به عنوان مسافر مرده یا همون مسافر ددهد سوار بشه. کالووی مصمم بود که حتما تو اون پرواز باشه. معمولا مسافر مرده که کرایه نمیده تو سکوت و بدون دخالت تو کار خدمه بیرون از کابین خلبان میشینه. اما نقشه کالووی چیز دیگه ای بود. اون اولین کسی بود که با 2 تا کیف سوار هواپیما شد. یک کیف معمولی داشت و یک کیف گیتار. بعدش مهندس پرواز یعنی آندرو پیترسون سوار شد. دیدن کالووی براش اصلا عجیب نبود، چون اونو از شرکت میشناخت و میدونست که اون عضو رسمی شرکت، منتها خدمه اون پرواز نیست. اما آندرو متوجه چیز غیر عادی دیگه ای هم شد. ضبط کننده صدای کاپیتان داخل کابین که بخشی از جعبه سیاه هست در حالت خاموش بود. موضوع عجیبی بود، اما پیترسون اونو روشن کرد و زیاد به موضوع فکر نکرد. کمی بعد کاپیتان دیوید ساندرز و کمک خلبانش جیم استاکر وارد شدن. با کالووی سلام و احوال پرسی کردن و از حضورش تعجب نکردن. اونا در حالی که در کابین باز بود شروع کردن به آماده سازی هواپیما برای پرواز. ساعت 3 بعد از ظهر پرواز شماره 705 فدکس از زمین بلند شد. در ارتفاع 18000 پایی
اتفاقی و حدود 26 دقیقه پس از پرواز بود که کالووی کیف گیتارش رو باز کرد و ازش یه چکش، یه چاقو و یه تفنگ شکاری بیرون آورد. صدای ضبط شده اون تایم پر از مکالمات پراکنده بود، جملاتی درباره مکانها و مناظر و اینا که انگار داشتن درباره طبیعت حرف می‌زدن. احتمالاً کالووی عمدن بحث‌های بی ربط باز می‌کرد تا نیت واقعیش پنهان بمونه. That's Crowley's Ridge. You know about Crowley's Ridge? You see all those trees there? I know it, but I wonder about that. That's not part of the no vaculite uplift and all that. That's where? That's further west, isn't it? Yeah, altimeters. 9s and 2s here. After takeoff is complete. Do you live over in Arkansas, Dave, or? No, I live in Fisherville. Nah, Fisherville. Great spot. No! ناگهان در بین مکالماتشون کالووی از پشت چندین بار با چکش به سر پیترسون ضربه زد. تاکر به محض اینکه برگشت ببینه چه خبره، ضربه سنگینی با چکش به سمت چپ سرش خورد. بعدش نوبت به کاپیتان ساندرز رسید. اون سعی کرد از خودش دفاع کنه، اما متاسفانه ضربه شدیدی دریافت کرد که نزدیک بود فلج بشه. پیترسون اولین کسی بود که مورد حمله قرار گرفت. شریان گیجگاهیش پاره شد و شروع به خونریزی کرد. جمجمه تاکر هم ترک برداشت و تکه هایی از جمجمه‌اش وارد سمت چپ مغزش شد. کاپیتان دیوید ساندرز هم جراحات عمیقی تو سرش به وجود اومد تا جایی که گوشش تقریبا از سرش جدا شده بود. هر سه نفر درد غیر قابل تصوری رو تحمل می‌کردن. گیج و شوکه شده بودن و نمی‌فهمیدن چه اتفاقی در حال رخ دادنه، اما هنوز زنده بودن. کالووی به عقب برگشت، وارد آشپزخونه کوچیک هواپیما شد تا تفنگش رو ورداره. تو همون لحظات کاپیتان ساندرز کمربندش رو باز کرد. پیترسون و تاکر هم گیج و مبهوت بودن، اما درست همون موقع که کالووی برگشت تفنگ رو به سمت ساندرز گرفت. پیترسون فوراً دست کالووی رو گرفت تا مانع شلیک اون بشه. ساندرز هم به کمکش رفت. تاکر هم با وجود جراحت شدیدی که داشت ناگهان دستش رو روی فرمون کنترل هواپیما گذاشت و گفت چرا از خود هواپیما برای دفاع استفاده نکنم. بعد شروع کرد به انجام مانورهای شدید هوایی تا کالووی رو زمین بزنه. تاکر فرمون هواپیما رو محکم کشید و دماغه هواپیما رو 15 درجه بالا برد. نتیجه چی شد؟ این شد که کالووی، پیترسون و ساندرز هر سه از در کابین به سمت آشپزخونه عقب پرت شدن. اونجا نبرد مرگ و زندگی آغاز شد. تاکر کنترل دستی هواپیما رو در دست داشت. اون قبلا خلبان جنگی بود و با شرایط نبرد هوایی آشناییت داشت. بهترین راه حل حمله مستقیم بود، چون وقتی دشمن در حالت دفاعی قرار میگیره حرکاتش قابل پیش بینی میشه. بر اساس همین اصل قدیمی نتیجه گرفت که بهترین دفاع حمله است. در حالی که درگیری تو عقب هواپیما ادامه داشت، تاکر هواپیما رو کاملا برعکس کرد. صحنه درگیری روی زمین به سقف منتقل شد، اما این مانور شدید با وجود اینکه به نفعشون بود، اما باعث آسیب بیشتر به ساندرز و پیترسون هم شد. در میون اون آشوب کالووی تونست دوباره به ساندرز ضربه دیگه‌ای بزنه. بخشی از جمجمه ساندرز شکست و نیمه راست بدنش از کار افتاد. با وجود تمام اون هرج و مرج، تاکر هواپیما رو به صورت عمودی به پایین شیرجه داد. کابین، تجهیزات کنترل، همه چیز میلرزید. سرعت سنج عدد 860 مایل در ساعت رو نشون میداد، اما در واقع سرعت از این هم قطعا بیشتر بوده. هیچ هواپیمای DC-10 تا اون زمان با چنین سرعتی پرواز نکرده بوده. هواپیما اصلا برای چنین مانورهای پیچیده‌ای طراحی نشده. بالهای پشتی به شدت میلرزیدن و هواپیما در آستانه از دست دادن کنترل بود. تاکر مجبور شد سرعت رو کم کنه و مسیر پرواز رو تثبیت کنه، چون احتمال جدا شدن بالها تو هوا وجود داشت. با اون مانورها کالووی به همراه ساندرز و پیترسون عقب مونده بودن. ساندرز و پیترسون هر دو در حال خونریزی شدید بودن، اما هنوز سعی داشتن مقاومت کنن. نبرد دوباره شروع شد و کالووی دوباره با چکش اونا رو زد. تو همون حین تاکر از کابین با برج مراقبت فرودگاه منفیس تماس گرفت. Aircraft with emergency, say again. Express 705. I've been wounded. We've had an attempted takeover on board the airplane. Give me a Victor, please. That's to Memphis at this time. Hurry. درگیری عقب هواپیما ادامه داشت و تاکر صدای درگیری رو از کابین میشنید. Same my direction to Memphis.
out at this time, and it'll be about 12:30, 1 o'clock. Look, just keep talking to me, okay? Yeah, we need an ambulance, and we need armed intervention as well. Alert the airport facility. تاکر از برج مراقبت درخواست کرد که بعد از فرود دخالت مسلحانه کنن، یعنی خطری ترین درخواستی که یه خلبان ممکنه بکنه. برج مراقبت فوراً وضعیت اضطراری اعلام کرد و تیم‌های واکنش سریع رو به محل اعزام کرد و با بخش فرود هماهنگی‌های لازم رو انجام داد. Express 705, we have an emergency turning back direct Memphis. He had an attempted takeover. He is wounded at this time. He's had an attempted takeover? The affirmative. He's north of Forest City by about 8 miles at this time. He's at 13,000, descending to 10,000. Okay, radar contact. در میون اون تنش و آشوب تاکر همچنان در حال انجام مانورهای شدید به چپ و راست بود، در حالی که کالووی هنوز سلاحش رو رها نکرده بود و تسلیم نشده بود. در نهایت ساندرز تونست ضربه های شدیدی بهش بزنه و اونو به زمین بندازه. بعدش از طریق بیسیم به کاپیتان تاکر گفتن که بیا عقب، بیا به آشپزخونه، خلبان خودکار رو روشن کن و فوراً بیا. تاکر فوراً سیستم خلبان خودکار رو فعال کرد، اما مشکل این بود که حالا هواپیما از فرودگاه منفیس دور شده بود و هیچ کس از برج مراقبت دیگه پاسخ نمیداد. Did they subdue the assailants or what? They're not sure. I heard some noise in the background. It sounded like he said he'd been injured. He didn't say if he'd been shot. Yeah. But he said he needed assistance. کاپیتان تاکر با اینکه فلج جزئی داشت، منتها به سختی خودش رو روی زمین انداخت و خودش رو به قسمت آشپزخونه هواپیما رسوند و اون چه دید شوکه کننده بود. کابین عقب کاملا ویران شده بود و همکاراش غرق در خون بودن و کالووی روی زمین بسته شده بود. ساندرز به کابین برگشت تا هواپیما رو کنترل کنه و اونو به فرودگاه منفیس برسونه. کمی بعد با برج مراقبت منفیس تونست تماس بگیره. Memphis, can you hear me? Is this Express 705 Heavy? 705 Heavy, Memphis, Roger, I do hear you. You can proceed direct Memphis if able. Expect runway 9er. The altimeter is 302 9er. You understand we're declaring an emergency. We need security to meet the airplane. We'll stop it on the runway or we can. تو فرودگاه نیروهای ویژه آتش نشانی و امداد آماده بودند تا به محض فرود سراغ هواپیما برن، اما اوضاع اصلا ساده نبود. وزن هواپیما 16 تن بیشتر از حد مجاز برای فرود بود. بیشتر اون وزن اضافی هم مربوط به سوخت بود، سوختی که قرار بود در طول پرواز مصرف بشه، چون مسیر اصلی هواپیما به سمت سنخوزه بود. در حالت عادی هواپیما وقتی به مقصد میرسه بخش زیادی از سوختش مصرف میشه و هواپیما سبکتر میشه، اما تو این پرواز کمتر از 1 ساعت تو آسمون بودن و فرصت سوزوندن سوخت رو نداشتن. کاپیتان ساندرز چاره‌ای نداشت جز اینکه با همون وزن سنگین هواپیما رو فرود بیاره. با اون وزن زیاد اگر چرخ‌ها زمین رو لمس میکردن احتمال ترکیدن لاستیک‌ها بالا بود و با اون سرعت وحشتناک هم جرقه و انفجار میتونست فاجعه آفرین باشه. در میون اون فشارها کالووی هنوز هم دست بردار نبود. در حالی که هواپیما در ارتفاع 7000 پایی بود، صدای فریاد و درگیریشون دوباره به کابین خلبان رسید. اینجا کاپیتان ساندرز تصمیمی خطرناک گرفت. وضعیت هواپیما رو تنظیم کرد. خلبان خودکار هواپیما رو فعال کرد و برگشت عقب تا برای همیشه کار کالووی رو تموم کنه تا با خیال راحت فرود بیان. اما وقتی رسید اونجا دید تاکر کالووی رو روی زمین مهار کرده و نیازی به کشتنش نبود. همون چند ثانیه‌ای که ساندرز کابین رو ترک کرد زمان رو از دست داد و فرود سخت‌تر و سخت‌تر شد. ساندرز کنترل هواپیما رو دوباره در دست گرفت. اون دید که باند شماره 9 قابل استفاده نیست، پس تصمیم گرفت و گفت که از باند 36 استفاده میکنم. برای این کار باید مانور بزرگی انجام میداد، یعنی 90 درجه به سمت راست میچرخید، بعد گردش 180 درجه‌ای میکرد و همزمان باید شروع به فرود با همون سرعت وحشتناک میکرد. از طرفی با وزن بالا باید اونقدر نرم روی زمین می نشست که چرخ‌ها منفجر نشن و قبل از پایان باند باید هواپیما رو متوقف می کرد. حالا مانوری که حتی برای یک هواپیمای کوچیک بسیار دشواره قرار شد با یک غول باری عظیم الجثه انجام بشه. فراموش
فراموش نکنید کاپیتان ساندرز بسیار زخمی بود. گوشش تقریبا از صورتش جدا شده بود و فکش هم در رفته بود، اما با وجود درد شدید و فشار روانی به شکلی معجزه آسا موفق شد هواپیما رو فرود بیاره. چرخها منفجر نشدن و خدا رو شکر هواپیما متوقف شد. تو همون لحظه فرود کالووی هنوز سعی داشت خودش رو به چکش برسونه، اما پیترسون اونو ورداشت و با یه ضربه به کالووی اونو بیهوش کرد. اولین کاری که تیم‌های امداد بعد از ورود به هواپیما انجام دادن دستبند زدن به کالووی بود. خدمه بالاخره در امان بودن. فاجعه هوایی با معجزه متوقف شد. پیترسون به خاطر از دست دادن مقدار زیادی خون تقریبا نبضی نداشت و اولین کسی بود که به بیمارستان منتقل شد. تاکر با جمجمه شکسته و تکه های استخوانی که وارد مغزش شده بودن با برانکارد منتقل شد. ساندرز هم که به سختی میتونست حرکت کنه همراه اونا تو همون آمبولانس رفت. کالووی هم با دستبند به همون بیمارستان منتقل شد. و حالا سوال اصلی بعد از تموم این ماجراها اینه که چرا کالووی چنان کار دیوانه‌واری انجام داد؟ اصلا هدفش چی بوده؟ آبون کالووی در مقطعی از زندگیش وضعیت خوبی داشت. ثروتمند نبود، اما با تلاش زیاد تونسته بود وارد دانشگاه استنفورد بشه و تو رشته تاریخ تحصیل کنه. بعد وارد دانشکده نظامی شد و به یک خلبان با استعداد تبدیل شد. بعد ازدواج کرد، خانواده ساخت و مسیر زندگیش رو به موفقیت بود. وقتی دوران خدمت نظامیش تموم شد، برای استخدام تو شرکت فدکس درخواست داد. با اینکه واجد شرایط بود تا به عنوان خلبان استخدام بشه، منتها شرکت اونو به عنوان مهندس پرواز با حقوق بسیار پایین‌تر به کار گرفت. کالووی باور داشت که شرکت فدکس به دلیل نژادش باهاش رفتار تبعیض‌آمیز انجام دادن، اما شکایت نکرد چون به شغل و پول نیاز داشت و ناچار بود بپذیره و از همونجا سراشیبی زندگی شروع شد. اون دیگه خوشحال نبود، از کارش راضی نبود و چند سال بعد هم از همسرش طلاق گرفت. حقوقش هم کافی نبود که بتونه خرج و مخارج بچه‌هاش رو بده. اون تلاش میکرد تا از نظر مالی از بچه‌هاش حمایت کنه، اما تو سال 1994 شرکت فدکس متوجه شد که کالووی درباره تعداد ساعت‌های پروازش تو رزومش دروغ نوشته. وقتی اونا تصمیم به اخراجش گرفتن، اون احساس کرد که دیگه قادر نیست آینده بچه‌هاش رو تضمین کنه و حس بیفایده بودن برای اونا بهش دست داد. بعد تصمیم گرفت که بمیره، چون به عنوان یک کارمند فدکس بیمه ای به مبلغ $2,500,000 داشت. پس باید مرگش داخل یکی از هواپیماهای فدکس اتفاق می افتاد. اگر در حین کار حادثه‌ای براش رخ میداد، این مبلغ به بچه‌هاش میرسید. بنابراین اون شروع به برنامه ریزی برای نقشه شومش کرد. کالووی یه جلسه تحقیق انضباطی برای تاریخ 8/4/1994 داشت. یه روز قبل، یعنی 7/4، تصمیم گرفت با یکی از هواپیماهای شرکت بمیره. اون 4 تا چکش، یه چاقو و یه سلاح شکاری رو به داخل هواپیما برد. نقشش هم این بود که به خدمه حمله کنه، کنترل هواپیما رو به دست بگیره و بعد سقوط کنه. در مورد تشخیص ضربات چکش که ازش پرسیدن، اون گفت که طبیعتاً تو حادثه سقوط همه چیز داخل هواپیما به دلیل انفجار و آتش پودر میشن و تشخیص ضربات چکش به خدمه هواپیما غیر ممکن میشه. اون فکر میکرد که اگر همه چیز طبق نقشش پیش بره، خانواده‌اش $2.5 میلیون پول دریافت میکنن. یه روز قبل از پرواز تصمیم گرفت به عنوان مسافر سوار هواپیما بشه. همونطور که گفتم، خدمه‌ای که معمولاً باهاشون پرواز میکرد و قرار بود همراه اونا باشه، مجبور بودن که استراحت کنن، چون مثل اینکه ساعات پروازشون بیش از حد مجاز بود و طبق قوانین اجازه پرواز نداشتن و باید استراحت میکردن. بنابراین اون تصمیم گرفت که به همراه خدمه‌های جدید که 3 مرد بودن پرواز کنه. صبح روز 7/4/1994 کالووی وصیت‌نامه‌اش رو روی تخت گذاشت، سلاحاش رو آماده کرد و به فرودگاه منفیس رفت. تو نامه‌ای که برای همسر سابقش نوشته بود، گفت که ترجیح میدادم زمان، مکان و روش مرگم رو خودم انتخاب کنم. مدت‌ها پیش تصمیم گرفتم اگر آینده و امیدهایم تهدید شود، با مرگ خودم رو خلاص کنم و پول‌های زیادی برای شما باقی بذارم.
توانایی پیترسون، تاکر و ساندرز در مانور دادن و فرود امن با وجود جراحات وحشتناک یه دستاورد افسانه‌ای بود. تاکر به 3 عمل جراحی بزرگ و 2.5 سال فیزیوتراپی نیاز داشت تا بتونه دوباره راه بره و حرف بزنه، اما در نهایت هیچ یک از اون 3 نفر بعد از درمانهاشون قادر به بازگشت به پرواز نبودن. تنها نکته روشن این داستان این بود که حادثه باعث شد این 3 نفر تا آخر عمر دوستانی وفادار بمونن. اونا با مدال شجاعت طلایی از انجمن خلبانان تقدیر شدن، یعنی بالاترین مدالی که یه خلبان غیر نظامی میتونه دریافت کنه رو اونا دریافت کردن. اما کالووی با اتهام تلاش برای سرقت هوایی مواجه شد. اون سعی کرد که با ادعای عدم سلامت روانی از اتهام فرار کنه و گفت من در حالت هوشیاری نبودم و نمیدونستم چه اتفاقی برام افتاده و چرا این کارهایی کردم. اما دادگاه قانع نشد و حکم 209 سال زندان فدرال بدون امکان آزادی مشروط صادر کردن براش، یعنی 2 تا حکم ابد متوالی براش صادر کردن. قصد کالووی صرفاً یه حادثه عادی نبود. خدمه هواپیما که تو هواپیما بودن شهادت دادن که اون واقعاً قصد داشته هواپیما رو بر فراز مقر اصلی فدکس تو فرودگاه منفیس سقوط بده و خرابی عظیمی ایجاد کنه، تعداد زیادی رو بکشه و بزرگترین خسارت ممکن رو به شرکت وارد کنه. اگر شرایط مناسبی در اختیارش قرار می گرفت ممکن بود موفق بشه که خدا رو شکر نشد. خب این بود ماجرای امروز ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت بذارید و سابسکرایب هم فراموش نکنید. خیلی دوستتون دارم. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.